سلام، کاویانی هستم از 7learn. بریم سراغ کد زدن با تنسورفلو. یه مسئله خیلی ساده رو با هم دیگه حل بکنیم. مسئلهمون همون مسئله ام نیسته، اگه یادتون باشه. مسئله ام نیست که جزو اولی مسائلی بود که حل کردیم. با سایکیت لرن حلش کردیم. همون مسئله هند رایتینگ بود که نوشته های انگلیسی رو میتونست الگوریتم یاد بگیره و دست نوشته های انگلیسی رو بفهمه. مسئله شو کامل شرح دادم توی فصل طبقه بندی. اگه بچه یادتون رفته حتما برید اونو ببینید. یه سری تصاویر بود که هر کدومشون مثلا 8x8 بودن. حالا تصاویر میتونست مثلا بزرگترم باشه و مثلا ما امروز 28x28 رو با هم دیگه میبینیم. 28x28 پیکسل و ماشین میخواد اینها رو هر کدومش رو یاد بگیره و بعد بره سراغ اینکه بتونه نمونه های جدید رو پردیکت کنه. تنسورفلو رو که با PIP اینستال تنسورفلو نصب کردیم. بریم و توی مسعود نورال نتورکس اینجا جوپیتر رو باز کنیم و شروع کنیم به کد زدن با تنسورفلو. خود حالا تنسورفلو رو اگه نصب بکنید، حالا قبلا کانفیگ و اینا داشت ولی الان دیگه خیلی راحت شده و دیگه خودش هم کراس رو براتون نصب داره، هم تنسورفلو رو، هم بقیه چیزای کانتریبیوتش رو. حالا یه سری چیزای دیگه هم هست که بعد جدا نصب میکنیم برای یادگیری عمیق تقویتی و این هست. خب اسمشو بذاریم TF کراس ام نیست، تنسورفلو کراس ام نیست و اول کار تنسورفلو رو ایمپورت تنسورفلو از TF، معمولا حالا اسمشو میذارم TF و تنسورفلو رو ایمپورت میکنیم. یه چیز دیگه داریم بهش میگه تنسورفلو دیتا ستس. یعنی تنسورفلو دیتا ستس به شما یه سری از دیتا ست هایی که حالا معروفه تو این حوزه و راحت میشه باهاش کار کرد رو در اختیارتون قرار میده. تنسورفلو دیتا ستس. خود تنسورفلو دیتا ستس رو من نصبش نکرده بودم، باید حالا جدا نصبش کنیم. PIP اینستال روی این سیستم هم نصب نکرده بودم. PIP اینستال تنسورفلو دیتا ستس، مجموعه از دیتا ست های تنسورفلو رو میره دانلود میکنه و حالا کنار تنسورفلو ازش میتونید استفاده کنید. حالا وقت تموم شد من ادامه ویدیو رو براتون میرم. نصب شد. تنسورفلو دیتا ستس رو میاریم که بتونیم ازش استفاده کنیم. میگیم آقا از این تنسورفلو دیتا ستس بیا لود کن چیو؟ ام نیست رو. ام نیست رو یعنی همین دیتا ست ام نیست، دیتا ست تشخیص تصاویر رو بیا لود کن. یه سری امکانات داره خود این تنسورفلو دیتا ست. بیا آقا مثلا اسپلیتش رو بر اساس چی انجام بده؟ ترین و تست. دیتا رو مثلا 50% رو بذار توی ترین، 50% رو بذار توی تست. یعنی خیلی از این کارهایی که خودمون کردیم و این تنسورفلو دیتا ست در اختیارتون قرار داده. یه چیز دیگه داره به اسم از سوپروایزد. از سوپروایزد رو میذاریم ترو که حالا وقتی از سوپروایزد رو بذارید ترو، دیتا ها رو توی فایل های مختلف در واقع بهتون میده. اینفوی فایل رو هم میتونید بگیرید وید اینفو ترو که یه سری اطلاعات در مورد دیتا ست ام نیست بهتون میده. الان اینو میتونید بریزیدش توی متغیر. حالا من اینو نمیریزم تو متغیر، همین وسط بهتون نشون میدم که ببینید چه شکلی هست. توی خود
اینجا اگه نگاه بکنید آره این خب دفعه اوله داره اجرا میشه و فایل ها رو داره در واقع مثلا میگیره. یه سری اینجا اگه اروری چیزی بده اینجا براتون میاد میگه که آقا مثلا من نتونستم اینو دانلود کنم. برای بعض وقت مثلا شما توی ویندوز اینا باشید ببینید مثلا اینجا بهتون میگه آقا من مثلا ریکوست زدم به فلان جا نتونستم مثلا دانلودش بکنم. اینجا اگه ببینید مثلا حالا خیلی از بچه‌ها حالا با کار کردن با اینا به این سری ارورا میخورن دیگه. مثلا اینجا ببینید بهتون گفته آقا من به اینجا اومدم ریکوست بزنم بعد نشد. خب مثلا اینا اگه ببینید مثلا میگه آقا این سرویس توی لوکیشن شما مثلا در دسترس نیست و حالا تحریم دیگه احتمالا و خب به این راحتی ها نمیذاره. بعد اینجا اروش هم میده دیگه میگه آقا ما اینجا مثلا نمیتونیم استفاده کنیم. اینه که باید از فیلتر شکن مثلا استفاده کنید. یعنی تو اینجا توی جوپیتری که باز کردید لاگ ارور ها رو براتون میندازه. حالا من فیلتر شکنم رو بس میکنم و دوباره دانلودش میکنم و ادامه میدم براتون. خب این دانلودش تموم شد و میبینید دیگه مثلا یه سری دیتا ست براتون آورده، دیتا رو آورده، خود اطلاعات آماریه حالا مربوط به دیتا رو آورده. همه اینا رو میتونیم بریزیم توی متغیر، حالا ما اسمش رو بذاریم ترین و تست. ترین و تست. اینفو هم توی اینجا ریخته میشه. پس خودش مشخصه ترین میاد توی این متغیر، یعنی قسمت اول چیزی که این برمیگردونه یه ترین تسته، یعنی یه تاپل ترین تستیه که قسمت اولش ترینه، قسمت دومش تسته و قسمت دوم کل چیزی که برمیگردونه هم اینفو هست. الان شما ترین رو ببینید یه دیتا سته که بهش میگه پریفچ دیتا ست. حالا کاری نداریم اگه تایپش رو بگیرید مشخصه. تایپش چیه؟ تنسورفلو پایتون دیتا OPS دیتا ست OPS پریفچ دیتا ست. حالا در مورد این پریفچ رو اینا توضیح میدم جلوتر. این یه دیتا سته که شکلش 28 در 28 در 1. حالا لنش رو هم اگه بگیرید لن کلی رو اینطوری بهتون نمیده. در واقع لن بخواد بحث پریفچه که اینو حال جلوتر بهتون میگم. لن کلیش رو اینطوری بهتون نمیده. قبلش باید کش میکردید پریفچ میکردید تا بعد لن کلی رو بده. لن اصلی اینطوری بهتون نمیده. بریم برای اینکه دیتا رو آمادش کنیم. دیتا ها رو اول خوده حالا دیتا ها رو اگه بخواید ببینید این که دیگه مشخصه دیگه. هر تصویر 28 در 28 در 1 یعنی یه دونه کانال داره. میایم میگیم آقا دیتا هامون رو بیا این کارو بکن باش. دات مپ یعنی چی؟ یعنی بیا هر سطر از دیتا هامون رو، اینجا هر سطر میشه چی؟ یک تصویر. هر سطر از دیتا هامون رو بیا این فانکشن رو روش اعمال کن. چه فانکشنی رو اعمال کن؟ بیایم یه فانکشن اینجا تعریف کنیم، اسمشو بذاریم نورمالایز که یه تصویر میگیره، یه ایمیج میگیره و یک لیبل هم میگیره دیگه طبیعتا. میگه نورمالایز چیکار کنه؟ بیا ریترن کن TensorFlow.cast. TensorFlow.cast میاد عدد شما رو به اون نوع داده‌ای که میخواید تبدیل میکنه. مثلا اینجا ترین چیه؟ x اینت 64.
ما اینو یعنی همین ایمیج رو که یه دونه تصویره، این ایمیج رو میایم تبدیلش میکنیم به tf.float 64 یا مثلا float 32 فرق نداره. float حالا کل این ایمیج رو من ایمیج رو اینجا براتون بکشم، بعضی از بچه‌ها ممکنه فراموش کرده باشن از اون بخش سایکیت لرن. یه ایمیج داشتیم 28 در 28 که وقتی تبدیل میشه به ماتریس میشه یه ماتریسی که 28 تا سطر داره، 28 تا ستون داره، 28 تا سطر، 28 تا ستون. حالا هر کدوم از اینا رو میایم تبدیل میکنیم به فلوت و تقسیم بر 256 میکنیم. چرا؟ این در واقع یک نوع مکس نورمالیزیشنه و لیبل رو هم همینطوری برمیگردونیم. حالا میگیم چی؟ میگیم آقا train.map همین فانکشنه نورمالایزه و همین دیگه. بیا این فانکشن رو روی تک تک ایمیج های ما در واقع اعمال کن. این یه ایمیجه. خب حالا توی دیتا ستمون ما فرض کن 1797 تا ایمیج داریم که هر ایمیج خودش چنده؟ 28 در 28 28 در 28 1797 از اینا داریم. حالا میگیم تمام این 1797 رو بیا یکی یکی این فانکشن رو روش اعمال کن. یکی یکی یعنی چی؟ یعنی ایمیج و لیبلش رو بهش بده، تک تک این ترین ها توشون ایمیج هست و لیبل. میاد ایمیج رو به فلوت تبدیل میکنه، تقسیم بر 256 میکنه تک تک پیکسل هاش رو و حالا لیبل رو هم برمیگردونه، هم ایمیج رو برمیگردونه که نورمال شده، هم لیبل رو. ما اینو دوباره میریزیمش توی خود ترین. پس الان ترین ما چه شکلی میشه؟ همون دیتا میشه، فقط پریفچ نیست، مپ دیتا ست، چیزی که برگردونده شده. حالا در مورد اینا جلوتر میبینیم، بیشتر توضیح میدیم. شکلش همونه، فقط اومده تک تک پیکسل ها رو به جای اینکه بین 0 تا 256 باشن تقسیم بر 256 کرد که در واقع نورمال بشن، مکس نورمالیزیشن روشون اتفاق بیفته. میتونستم این کار نکنیم، ولی حالا میگیم آقا train dot cache. کش میاد چیکار میکنه؟ میاد دیتا رو train dot cache میاد دیتا رو آماده میکنه، میاره توی رم و آمادهش میکنه برای اینکه روشون عملیات حالا مثلا داده کاوی اینا رو انجام بدیم. چرا؟ حالا جلوتر میبینیم خیلی از این داده ها وقتی توی رم جا نمیشن توی هارد قرار میگیرن، بعد تیکه تیکه وقتی بخواد روشون اعمال دیتا ماینینگ و ماشین لرنینگی رو انجام بده میارتشون تو رم، کار ماشین لرنینگیشون رو باشه انجام میده، بعد دور میبرتشون توی هارد. ولی ما اینجا میگیم آقا کل دیتا رو بیا کش کن. یعنی چی؟ یعنی همش رو بیار توی رم قرار بده. درسته؟ خب میگیم کش کن، بیار توی رم و بریز دور خود دیتا توی خود این ترینه. پس این ترینه الان دیتایی رو داره که کش شده، یعنی دیتا کش میشه میریزتش توی ترین. حالا در مورد گراف ایناش فعلا توضیح نمیدم، اینا یه سری بحثای گراف اینا داره، فعلا در موردش توضیح نمیدیم. میگیم خب دوباره خود ترین رو بیا چیکار کن؟ بیا شافل کن، برش بزن. درسته؟ بیا بر بزن. میگه خب چند تاشو بیام این کار روش انجام بدم؟ میگیم این اینفوی که گرفتی اینجا، این اینفوه یه چیزی داره به اسم ترین. میایم بر اساس اون ترینه جداش میکنیم، نام اگزمپلش رو میگیریم. یعنی توی دیتا ست ترین میگیم آقا چند تا نمونه داری؟
بر اساس همون بیا چیکار کن؟ شافل رو انجام بده. اسپلیتس. بیا آقا یه ترین داشتیم یه تست دیگه. بیا قسمت ترین رو نام اگزمپلش رو بگیر. شما همین رو اگه پرینت کنید مشخصه دیگه. این مثلا یه نام اگزمپل داره. ببین 60000 تا ایمیج توی بخش ترین داریم. ما نام اگزمپلش رو گرفتیم. خب حالا بیا چیکار کن؟ بیا بگو train dot batch. بچ میاد چیکار میکنه؟ حالا مثلا ما میذاریم 256 تایی. بچ میاد چیکار میکنه؟ این 60000 تا دیتایی که شافل کردیم رو، ببین ما 60000 تا اینجا ایمیج داشتیم. این 60000 تا رو بیا 256 تا دسته بندی کن. چرا این کار رو انجام میده؟ حالا جلوتر میبینیم. یعنی بیا همش رو توی یه دسته قرار نده. بیا 256 تا ببرش تو دسته های مختلف. اگه 60000 تا رو تقسیم بر 256 کنید تقریبا 235 تا دسته میشه. توی هر دسته چی هست؟ توی هر کدومشون هلوشه مثلا همون 230 تا. توی هر کدومشون وقت 256 تا. و حالا این 256 تا هی کنار هم دیگه قرار میگیرن تا کل دیتا ستمون رو بسازن. حالا بهتون میگم چرا اینجا دسته بندیش کردیم. خب دسته بندی که کردیم تموم شد، باید بگیم آقا دیتا ها رو بیا به اصطلاح میگن پریفچ کن. دات پریفچ. دیتا ها رو بیا پریفچ کن. یه سیم اینجا داریم اوتوتیون tf.data.experimental.autotune شد اوتو تیون. بله اوتوتیون. حالا این اوتوتیون رو کاری نداشته باشید. پریفچ میاد چیکار میکنه؟ میاد دیتا های شما رو به صورت آماده نگه میداره و میریزه توی این ترین. یعنی دیتا ها رو توی این مرحله میاد چیکار میکنه؟ آمادش میکنه. الان ببینید دیتا ستتون چه شکلیه؟ تعداد سطراش که معلوم نیست. خب مثلا ما الان میدونیم 60000 تاست کلش، ولی میگه خب من اصلا نمیدونم چند تاست. حالا این در موردش صحبت کنیم میگه چرا نمیدونم چند تاست. ولی میدونم که هر کدومش 28 در 28 در 1. 28 در 28 یه دونه کانالم داره، یعنی سیاه سفیده. تعداد لیبل هام هم نمیدونم چند تاست. خب اوکی. ولی میدونم که کل اینها یعنی 28 در 28 در 1 فلوت 32 و لیبل هام هم میدونم که اینت 64. تعداد یعنی کل دیتا ما نمیدونم چند تاست. کاری هم ندارم بهش. حالا میبینیم چرا نمیدونم چند تاست. چرا میبینیم چرا میگیم نمیدونم چند تاست. خب همین کار رو بیایم برای دیتا ست تست هم بکنیم. یعنی 50% ریختیم برای ترین، 50% میریزیم برای تست دیگه. همین کاری که این بالا کردیم رو برای تست هم انجام میدیم. میگم آقا تست رو بیا نورمالایز کن. نورمالایز میکنه. میگه خب هر کدوم از ایمیج های من 28 در 28 در 1 بیا بچ انجام بده. شافل دیگه نمیخواد اون دیگه. بیا بچ کن تست رو 256 تایی میاد بچ میکنه. کش هم بیاد بکنه. تست مساوی تست دات کش و بعد از دات کش و بعد از اینکه کش کرد تست مساوی تست دات پری فچ. پری فچ. بیا پری فچ کن. tf.data.experimental tf.data. همین که اینجا داشتیم دیگه. روی 50% بعدی هم میاد چیکار میکنه؟ همون کاری که روی ترین کردیم رو انجام میده. ما الان دیتا همون آماده شد.
شاید الان یه کمی براتون نامانوس باشه، بگین آقا مثلا چرا تنسرفلو اینطوری رفتار میکنه، چرا مثل سایکیت لرن نمیاد خیلی راحت دیتا رو بخونه و بعد مثلا پری پروسس کنه و اینها. بله، یه مقداری تنسرفلو با سایکیت لرن تو یه سری جاها فرق داره. من الان فعلا وارد بحث اصلی تنسرفلو نمیشم، اینکه چرا این داده ها تعداد سطراش معلوم نیست، این کشینگ دقیقا چی کار میکنه، اگه کشینگ رو نذاریم چه اتفاقی میفته، پریفچ اگه نذاریم چه اتفاقی میفته، اینا رو فعلا باش کاری نداشته باشید. میخوام بهتون بگم که آقا سایکیت لرن با تنسرفلو یه سری تفاوت ها داره. تنسرفلو یه مقداری بر کارهای پروداکشن خیلی بهتره و اینکه حالا چرا بهتره و اینا رو جلوتر با هم دیگه میبینیم. مثلا همه دیتا رو نمیاره توی رم، میگه آقا مثلا نمیدونم چند تا دیتاه، وقتی بخوام ازش استفاده کنم حالا بعد میرم میارم، حالا تک تک هم نمیارم، 256 تا 256 تا میرم میارم. ها اینا رو فعلا خیلی درگیرش نشید، اگه یه مقداری براتون سخته درگیرش نشید. فقط بدونید که تنسرفلو یه مقداری با سایکیت لرن توی رفتار با دیتا تفاوت داره، به خاطر اینکه برای بخش پروداکشنه و نمیخواد از شما خیلی رم اضافی و اینا بگیره. خب بریم مدلمون رو بسازیم. مدلمون رو هم اینطوری بسازیم که یه لایه مخفی داشته باشه و همین دیگه یه لایه خروجی هم داشته باشه. یعنی دیتا های ما مثلا فرض کنید این دیتا های ماست 258 بخشید 28 در 28 دیگه باید فلتش کنیم، درسته؟ یادتون میاد فلت کردن چی بود دیگه؟ یادتون نمیاد حتما برید بخش ام نیستو توی سرفصل طبقه بندی و داده ها ببینید. اون فلت میکردیم یعنی میومدیم این پیکسل هایی که 28 در 28 بودن و میچیدیمشون کنار هم دقیقا، یعنی 28 در 28 رو تبدیل میکردیم به در واقع حالا کل 28 در 28 تبدیل میشد به تعداد 28 ضرب در 28 رو کلکولیت کنیم. 28 ضرب در 28 میشد 784 تا. یعنی ما الان 784 تا بعد داریم، درسته؟ تصاویرمون که 28 در 28 پیکسل بودن رو پیکسلاشو همشو گذاشتیم کنار هم، شده چقدر؟ شده 784 تا. چقدر شد؟ من یادم رفت. 28 ضرب در 28 784 تا. 784 تا پیکسل پشت سر هم داریم. یعنی چی؟ یعنی ما 784 تا x داریم، متغیر مستقل x1 x2 x3 میره تا x 784. اینا رو میدیم به شبکه. خب چند تا لایه داشته باشیم اینجا؟ مثلا این الان 784 دیگه، مثلا اینجا رو بکنیمش 100 تا. 100 تا نورون توی این لایه اولمون داشته باشیم، مثلا بگیم L1 و 10 تا نورون هم توی لایه خروجی داشته باشیم. حالا چرا 10 تا؟ به خاطر اینکه ما 10 تا کلاس داریم. اگه یادتون باشه توی ام نیست، مثال ام نیست، طبقه های ما چند تا طبقه بودن؟ 10 تا دیگه. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. یعنی یکی از این طبقه ها بود، یکی از این لیبل ها رو داشت. در واقع برای هر کلاس، برای بودن یا نبودن توی هر کلاس ما یه نورون توی لایه آخر میذاریم. چرا؟ حالا میبینیم. چون میخوایم اصلا از اکتیویشن فانکشنی استفاده کنیم که مثلا یه نورون نمیتونه 10 تا خروجی مختلف به ما بده. اگه بدم خیلی خوب جواب بهمون نمیده. ما مثلا میخوایم از همون اکتیویشن فانکشن خیلی ساده ای که گفتم هاویسیس استفاده کنیم که این نورون یا 0 بده یا 1، اینم یا 0 بده یا 1، اینم یا 0 بده یا 1. در واقع ما نورون هامون آخرش، اگه یادتون باشه توی 2-3 جلسه پیش
گفتم هر نورون یه اکتیویشن فانکشن داره دیگه، یعنی آخرش به یه 0 یا 1 میرسه اگه مثلا از اون اکتیویشن فانکشن هاویستیس استفاده کنید. درسته؟ پس شما اگه یه دونه نورون آخر کار داشته باشید، بعدم اون اکتیویشن فانکشن روش اعمال کنید، یا 0 بهتون میده یا 1. خب چطوری میاد 9 تا شما 9 تا لیبل میخواد، چطوری این یه دونه نورون 9 تا لیبل بسازه؟ آخرش که بعد اون اکتیویشن فانکشنش اعمال بشه. یا مجبورید یه اکتیویشن فانکشنی بذارید که مثلا 0 تا 10 رو ساپورت کنه که ما معمولا نداریم یه همچین اکتیویشن فانکشنی و خوب هم جواب نمیده خیلی وقتا. حالت استانداردش اینه به ازای هر کلاس، به ازای هر لیبل میان یه نورون میذارن و بودن یا نبودنش رو با اون اکتیویشن فانکشنی که مثلا میگه 0 یا 1 مشخص میکنن. مثلا اگه این لیبلش مثلا باشه 6، همه اینا 0 به جز 6، همش 0 به جز این 6. درسته؟ اگه مثلا باشه 2، همش 0 خروجی باید بده به جز این 2. البته 2 میشه 0 1 2، این میشه همشون 0 میشن به جز این نورون 2 0 1 2. این درست شد؟ پس برای همینه که ما به ازای هر لیبل توی لایه آخر یه نورون میذاریم، بعد میگیم آقا اون نورون بیاد مثلا 0 و 1 بگه. یه جورایی مثل همون وان هاتین کودی بود که داشتیم، فقط اینجا وان هاتین کد رو کی تولید میکنه؟ لیبل آخر تولید میکنه برای ما. پس اینم از این. پس دقت کنید دیگه، میگم یه مقداری اون ذهنیت سایکیت لرنی رو باید اینجا ازش فاصله بگیرید تا بتونید تنسرفلو رو، اصلا کلا شبکه‌های عصبی و اینها رو بهتر بفهمید. برای همین ما هم اومدیم فصلش رو جدا کردیم، این فصل رو جدا کردیم که یه مقداری اینجا راحت تر متوجه بشید. خب بیایم معماری رو بسازیم. معماری رو ما با کلاس میسازیم، خیلی ساده است. معماری های کلاس یه مدل میسازیم، میگیم tf.class.models.sequential. sequential یعنی ترتیبی. ترتیبی یعنی چی؟ یعنی بیا این لایه ها رو یکی یکی توی این لیست برای من بساز. این یه لیست دیگه، توی هر کدوم از خونه های این لیست ما یه دونه از این لایه ها رو باید بسازیم. خب لایه اول چیه؟ لایه اول اینه که ما این 28 در 28 رو بیایم فلتش کنیم. خود کلاس tf.class که گفتیم کلاس یه ماژوله برای tf، یه چیز داره به اسم layers.flatten. خودش میاد این کار انجام میده، یعنی یه ایمیج رو میگیره 28 در 28 صافش میکنه، فلتش میکنه، میکنتش یه لیست 784 تایی. فقط باید بهش بگید که آقا اینپوت شیپت چند در چنده؟ 28 در 28. الان این لایه برای ما فلت میکنه. این لایه شبکه عصبی نیستا، یه لایه پیش پردازشه به قول معروف. یعنی به جای اینکه بیایم ما اینجا خودمون فلت کنیم، تنسرفلو و کلاس به ما این قابلیت رو میدن که خودشون به عنوان پیش پردازش، به عنوان، برای همین بهش نمیگه شبکه عصبی، بهش میگه مدل. توی مدل بیاد اول کار یه فلت بکنه. خب فلت که میکنه هر ایمیج میشه چقدر؟ به جای 28 در 28 میشه یه دونه 784 تایی. حالا بریم یه یعنی الان رسیدیم به اینجا یه 784 تایی. لایه بعدی چی بود؟ این لایه بود که ما مثلا تعداد 100 تا نورون میخواستیم. tf.class.layers.dense دنس همینه. حالا چرا بهش میگه دنس رو جلوتر براتون توضیح میدم. منظورش اینه که، حالا بذارین الان بهتون میگم، منظورش اینه که تمام ورودی ها به تمام خروجی ها وصل میشه. دقیقا مثل اون شبکه عصبی که اول کار براتون گفتم. دنس منظورش اینه. حالا ما چیزای غیر دنس هم داریم که با هم میبینیم. میگیم خب چند تا نورون باشه؟ 100 تا.
میگه خب من اکتیویشن فانکشن هر نورونم چی باشه؟ یعنی تو این لایه ما باید اکتیویشن فانکشن رو هم مشخص کنیم دیگه. اکتیویشنش رو ما مثلا میگیم اینجا رلو باشه. رلو یکی دیگه از اکتیویشن فانکشن هاست. این اکتیویشن فانکشن رو من هی جلوتر براتون باز میکنم. این یکی دیگه شه. مثل اون هاویسیس بود که کوچکتر از 0 رو 0 میذاشت، بزرگتر از 0 رو 1. رلو چیکار میکنه؟ میاد میگه آقا کوچکتر از 0 بزرگتر از 0 هرچی هست. ببینید اگه بنویسید رلو رو اگه سرچ کنید ببینید این یه همچین شکلی داره. این یه تابع فعالیت. آقا کوچکتر از 0 رو همشو 0 میذاره. مثلا اگه بود منهای 1000 میذاره 0. ولی بزرگتر از 0 هرچی بود همون عدد رو میذاره. مثلا اگه 50 بود همون 50 میذاره. در مورد این اکتیویشن فانکشن های تابع فعالیت من جلوتر براتون توضیح میدم. خب این لایه تموم شد. ورودی این لایه چند تاست؟ 784 تا. نمیخواد دیگه، خودش از لایه قبلی میگیره. خروجیش چند تاست؟ یعنی چند تا نورون داره؟ 100 تا. حالا لایه بعد یعنی این لایه ورودیش چند تاست؟ 100 تا. چرا؟ چون خروجی این 100 تا بوده. 100 تا بوده. خب تو ورودی اینا میشه 100 تا. حالا خروجی این لایه بعدی چند تا باید باشه؟ این لایه آخرمونه فرض کنید. layers dot dense دوباره 10 تا. ببینید 10 تا نورون توی لایه آخر. فعلا حالا این آخریه رو هم اکتیویشن فانکشنش رو اکتیویشن فکرم اشتباه نوشتم. اکتیویشنش رو میذارم سافت مکس. اینو جلوتر بهتون توضیح میدم، الان نمیخوایم درگیر این شیم. اینم یه اکتیویشن فانکشن دیگه است، مثل رلو، مثل هاویسیس. این حالا یه طور دیگه رفتار میکنه. خب مدل رو بسازه، مدل رو میسازه. فعلا فقط مدل رو تعریف کرد، کار خاصی نکرد رو مدل. بعدش میگیم آقا مدل رو بیا کامپایل کن. یعنی بعد از اینکه مدل شبکه عصبیتون رو با تنسورفلو و کراس، ما اینجا از کراس استفاده کردیم، ساختیم، میگیم بیا کامپایل کن. این کامپایل یه خورده ریزه کاری داره، برای همین من فعلا در موردش زیاد صحبت نمی کنم. مثلا میگه آقا اپتیمایزرم چی باشه؟ اپتیمایزر در موردش رو تر صحبت میکنم، بهتون میگم چیه. tf.cross.optimizers.adam پارامترش هم میذاریم مثلا این برای اینکه به صورت حالا کلی بخوام بگم وزن‌های شبکه عصبی رو که بخواد آپدیت کنه از تکنیک های مختلفی میتونه استفاده کنه. یکی از این تکنیک ها آدام هست. حالا ما اونجا اگه یادتون باشه یه تکنیک خیلی ساده استفاده کردیم دیگه توی این کد، توی این نورال نتورک. ما چطوری وزن ها رو آپدیت کردیم؟ اومدیم ارور رو ضرب در ورودی کردیم به علاوه یه مقدار قبلی وزن. یه کار خیلی ساده. این میگه نه به این سادگی ها نیست، به قول چیز به همین سادگی ها نیست. چیه؟ بیا از الگوریتم آدام استفاده کن، از این الگوریتم ساده خودت استفاده نکن. حالا این آدام چیه رو جلوتر بهتون میگه خب من ضررم رو از کجا بفهمم؟ tf.cross.losses.sparse categorical cross entropy. from logits مساویه true. این رو هم جلوتر توضیح میدم. میگه آقا من ضررم رو از کجا بفهمم؟ ما اینجا ضررمون رو از کجا میفهمیدیم؟ مقدار ایدئال رو میومدیم منهای مقداری که اوتپوت کرده بود میکردیم. درسته؟ این ضررمون رو ما اینطوری میفهمیدیم. این میگه نه بیا از تکنیک کراس انتروپی استفاده کن. حالا میگم کراس انتروپی چیه؟ فعلا کارش نشته باشید. یه تکنیکه، یه فرموله برای محاسبه همون خطا یا ضرر.
میگه خب متریک بهینم چی باشه؟ متریک بهینم یا در واقع متریک های بهینم میگیم accuracy باشه. tf.cross.metrics.sparse categorical الان خیلی رفت اونور sparse categorical ببخشید sparse اینجا فکرم یه اشتباه اینجا نوشتم sparse این sparse categorical accuracy این هم همون accuracyه فقط میاد با استفاده از sparse categorical استفادهش میکنه که اینم بازم جلوتر میگه. فعلا فقط میخوام مدل رو براتون بسازم. مدل رو میسازه یه ارور میده. اینجا اگه دقت کنید این accuracy و اینجا بعد اینطوری بذارم این فانکشن دیگه فانکشن نذاشتم. خب این الان مدل کامپایل میشه و تموم. میگیم آقا از چه لاسی استفاده کن؟ از این فرمول. از چه متریکی برای اینکه بگی خوبم استفاده کن؟ از این فرمول. حالا میام میگیم مدل دات فیت اینجاش دیگه مثل سایکیت لرن میگه خب دیتا ست ترین تو بهم بده. میگم این ترین. میگه آقا چند تا ایپاک بخوره یعنی چند بار من روی کل دیتا ست حرکت کنم. میگیم آقا 10 بار فعلا 10 بار رو کل دیتا ست حرکت کن. ولیدیشن رو هم همینجا میتونیم بهش بدیم. ولیدیشن دیتا چیه؟ دیتای تستم. شروع کرد به یاد گرفتم. ایپاک 1 از 10 تا ایپاکه. هر بار ببینید دیتا هامون رو میاد چیکار میکنه؟ میاد 235 این 235 اگه گفتید از کجا اومده قبل از اینکه من بهتون بگم یه خودتون فکر کنید پاس کنید ویدیو رو ببینید آیا متوجه میشید این چرا اینجا نوشته 235 اگه یادتون باشه ما 6000 تا دیتا داشتیم دیگه بخشی 60000 تا دیتا داشتیم به دسته های 256 تایی تقسیمش کرده بود درسته؟ پس کل دسته هامون چند تا باید بشن؟ 234 خورده یعنی کل دسته هامون باید بشن 235 تا یعنی ما تو هر ایپاک 235 تا دسته 256 تایی داریم. بچ همین کار رو میکنه میاد به جای اینکه تک تک دیتا ها رو بده به شبکه عصبی و اون فید فوروارد کنه و بعد بک پروپاگیت کنه 256 تا رو یوهو بهش میده روی این 256 تا فید فوروارد میکنه بعد از اینکه به 256 تا رسید میاد ارور رو محاسبه میکنه و بک پروپاگیت میکنه. در واقع ما اینجا وقتی 60000 تا دیتا داریم توی هر ایپاک 60000 بار فید فوروارد و بک پروپاگیشن نداریم 235 بار فید فوروارد و بک پروپاگیشن داریم. چرا؟ چون 235 بار فید فوروارد و بک پروپاگیشن داریم. چرا؟ چون 256 تا میاد دیتا رو میده به الگوریتم. اینطوری خیلی سرعت بهتر میشه سرعت یادگیری بهتر میشه. اونطوری که تک تک بدیم یعنی اگه بچ سایز رو بذارید یک میاد یه دونه یعنی یه سطر رو میده به الگوریتم فید فوروارد میکنه و بعد بک پروپاگیت میکنه. دقیقا مثل کاری که ما اینجا کردیم ما یه دونه می اومدیم این راننده های اسنپ رو توی این مثال قبلی که توی جلسه پیش زدم میدادیم به الگوریتم همونجا فید فوروارد میکردیم یعنی میرفتیم تا ته اوتپوت رو به دست می آوردیم بعد همونجا خطا رو به دست می آوردیم و بعد بک پروپاگیت میکردیم. اینجا نه اینجا چی میگه؟ وقتی میذاری 256 تا رو میره تا آخر خطای تمام 256 تا رو حساب میکنه بعد بر اساس اون خطا میاد بک پروپاگیت میکنه و وزنها رو آپدیت میکنه. اینطوری سرعت یادگیری میره بالا تا اینکه تک تک بخواد این کار رو انجام بده.
حالا 256 تا که بده به الگوریتم، چند تا از این 256 تا میخواد؟ 235 تا. برای هر ایپاک کل دیتا هامون رو میبینه. وقتی تموم شد میره سراغ ایپاک بعد و میبینید دقت هی داره بالا و بالاتر میره. اکوریسی ما که اول کار 91% میرسه به 96%. مدل ما الان فیت شد و وزن ها اینجا یاد گرفته شده. خب حالا ویدیو بیشتر از 30 دقیقه شد. من ادامه ویدیو رو توی جلسه بعد میرم. تا اینجا پس حواستون باشه ما یک شبکه عصبی خیلی ساده با تنسرفلو و کراس طراحی کردیم. بریم برای جلسه بعد ادامه کار رو با هم دیگه ببینیم.